میدونم باورت نمیشه، ولی این دسر میتونه پای ثابت همه مهمونیات باشه. سلام، من مهربانم. امروز براتون موس شکلاتی درست کردم. بریم که درستش کنیم. اول از همه پودر کاکائو رو تو آب جوش حل میکنیم و کنار میذاریم. بعد آب سرد رو میریزیم رو پودر ژلاتین و روی بخار میذاریم تا ژلاتین حل بشه. حالا روی اجاق شکلات، شیر، پودر کاکائو حل شده تو آب، شکر قهوه‌ای و نمک رو مخلوط میکنیم. خوب هم میزنیم تا شکلات‌ها آب بشن. شما میتونید با کم و زیاد کردن مقدار شکر قهوه‌ای موس تلخ یا شیرین داشته باشین. حالا خامه رو اضافه میکنیم و در آخر هم ژلاتین که روی بخار قرار داده بودیم رو به این مخلوط اضافه میکنیم. خوب هم میزنیم تا مخلوطمون صاف و یه دست بشه. وقتی مایمون کمی از دم افتاد توی قالبامون میریزیم، ولی قالب تک نفره بهتره، چون اگه عجله داریم و میخوایم سریع آماده بشه یه ربع توی فریزر آماده میشه. درست کنید و لذت ببرین. میشه جونتون.